تازه‌ترین اقدامات فعالان محیط زیست برای نجات دریاچه ارومیه با برخورد نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. تظاهرات مسالمت‌آمیز و گسترده تعدادی از فعالان و طرفداران محیط زیست در ارومیه در طی روزهای شنبه و یکشنبه با برخورد شدید نیروهای امنیتی همراه بود. گفته می شود حدود 10,000 نفر در این شهر در حمایت از حفظ دریاچه ارومیه اقدام به برپایی تظاهرات کرده بودند که 300 تن از آنها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دریاچه ارومیه بزرگترین آبگیر آسیای غربی است که در شمال غرب فلات ایران قرار دارد. هر گونه خسارت وارده به این دریاچه نابودی مزارع کشاورزی، باران نمک و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. کارشناسان میگویند که این دریاچه به دلیل احداث جاده خاکی و نیز ساخت سدهای در حوزه آن در حال تبدیل شدن به کویر نمک است. تا به حال کشتیرانی داشته، ماهی و البته نفت و گاز. سواحلش اما جای تفریح و استراحت. بزرگترین دریاچه جهان، آنقدر که دریا هم میگویند. دریای خزر در شمال ایران. حالا قرار است آب شورش شیرین شود و بیاید به مرکز ایران. آب برای شرب، کشاورزی صنعتی و از همه مهمتر صنعت آورده می شود. حتی اگر آب رو گرانتر هم تأمین کنیم برای صنایع، امکان توسعه صنعتی فراهم میشه و جبران این گرونی رو با کاهش حمل و نقل تأمین میکنن. هرچی ما به طرف مرکز ما توسعه داشته باشیم، استقبال بیشتری برای سرمایه گذاری میشه. آب دریای خزر بعد از گذشتن از ساری به سمنان، گرمسار، قم، کاشان و در نهایت اصفهان خواهد رسید. 3.1% منفی هستیم. معاون آب کشور میگوید میزان این آب سالی 200 میلیون متر مکعب خواهد بود و هزینه‌اش 3000 میلیارد تومان. طرحی که به زودی کلید میخورد تا آب خزر در شیرهای فلات مرکزی ایران جریان یابد. میزان ذخایر آب ایران در حال حاضر 22 میلیارد متر مکعب. کارشناسان امیدوار هستند با بارش‌های خوبی که بهار امسال ایران تجربه کرده این ذخایر بیشتر بشه. عزیزه شاهرخزاده، خبر جامع جمع، تهران.